به نام خدا. سلام به دوستان گل چنل فوتبال نیوز. لطفاً لایک، کامنت، سابسکرایب و زنگوله رو بزنید. بچه‌ها امروز اومدیم با یه اطلاعات فوتبال جدید و میخوام 0 تا 100 بوندسلیگای آلمان رو به شما رفقای گل بگم. بوندسلیگای آلمان در واژه به معنای لیگ ملی به لیگ سراسری در آلمان گفته می شود که بالاترین سطح رقابت فوتبال باشگاهی در این کشور است. باشگاه بایر مونیخ با داشتن 32 عنوان قهرمانی، 33 قهرمانی در مجموع لیگ‌های آلمان، بهترین باشگاه تاریخ این رقابت‌ها در مجموع 58 باشگاه دارای سابقه حضور در بوندسلیگا هستند. تأسیس 28 ژوئیه 1962 بورسیا دورتموند آلمان. بنیانگذار فدراسیون فوتبال آلمان. دفتر مرکزی فرانکفورت آلمان. برترین گلزن تاریخ بوندسلیگا گرت مولر با 365 گل. بیشترین حضور چارلی کوربل با 602 حضور. جام‌های بین‌المللی: لیگ قهرمانان اروپا، لیگ اروپا، لیگ کنفرانس اروپا. جام‌های داخلی: جام حذفی فوتبال آلمان، سوپر جام فوتبال آلمان. بیشترین باشگاهی که عنوان قهرمانی داره کسی نیست جز بایر مونیخ. بچه‌ها اگه از این ویدیو خوش اومد حتما سابسکرایب بزنید و کامنت بذارید، نظرتون رو بگید. خدایا رو نگهدارتون.